عجیب ترین مرگ‌هایی که میتونه برای انسان اتفاق بیفته. پارت 1. در شرق کشور بوسنی زنی به اسم اورا گارسیا وقتی داشته از روی پل متحرک عبور می‌کرده، ناگهان پل شروع به بلند شدن می‌کنه تا کشتی که داشته به سمت پل میومده عبور کنه. همون لحظه این زن شروع به داد و فریاد می‌کنه تا بتونه خودش رو نجات بده. مسئول پل هم وقتی متوجه صدای اورا میشه، تصمیم میگیره که پل رو به حالت اولش برگردونه تا بتونه جون اون رو نجات بده. اما غافل از اینکه نمیدونسته با این کارش بدتر اون رو به کشتن میده، چون که اون زن همون لحظه از لبه پل آویزون بوده و باعث شدش که بین دو پل بمونه و کشته شه. یک مرد تصمیم میگیره با زن و 2 فرزندش برای تعطیلات به دبی برن و وقتی که کنار سواحل میرسن، دختر خانواده تصمیم میگیره بره و شنا کنه که ناگهان شروع به غرق شدن میکنه و زمانی که غریق نجات قصد داشتن که به این دختر کمک کنن، پدر خانواده مخالفت میکنه و میگه که باعث شرمساریه که شما کمک کنین، پس بذارین خودش رو نجات بده و همین کار باعث میشه که هم دختر کشته بشه و هم پدر دستگیر بشه.